اگر ما پس به اصل اصیل اسلام برگردیم، به اون نظامی که رسول الله بر ما نقشه داده، بازی دنیای کفر اینجا جای نداره. معاونین و متعلقین و کسلیسایشان اینجا دیگه جای نداره. انشاءالله انشاءالله من امید دارم نسل جوان ما بیدار شده. هر کس در تلاش عزیز که دفاع از کتاب الله و سنت رسول الله بکنم، هر کس تلاش داره که ما مطابق نقشه رسول الله زندگی اختیار کنم. الحمدلله میبینیم این ملت بیدار میشه. این ملت این حالات، این کفریات، این شکنجه ها و ظلمی این ملحدین کفار غرب خب مشاهده کردن. دیگه فریب نمیخوره. مؤمن فریب نه. لا یندغ المؤمن من جحر واحد مرتين. از یک سوراخ دو دفعه گزیده نمیشیم. به نام دوست کسی دیگه بخواد معرفی بر ما نکنه. دوست ما کیست؟ کسی که لا اله الا الله در قلبش است و به مقتضیات لا اله